سلام دوستای عزیز، خوش آمدید امروز با یک ویدیوی جدید. امروز قراره با هم دیگه بریم در هایدلبرگ، یکی از شهرهای خیلی قشنگیه که توی تیک تاک توی تیک تاک خیلی تعریفش شنیدم. و خیلی شهر قشنگ، شهر کوچیکه ولی خیلی شهر تاریخی و قشنگیه. امروز با ما باشید بریم ببینیم اونجا چیزی هست. بالاخره رسیدیم هایدلبرگ. شهرش قشنگه. تا همین 10 دقیقه که تازه رسیدیم توی خیابانش آمدیم. خیلی جای قشنگه. الان باید بریم هتل هم پیدا کنیم، ببینیم کجا هتل میشه. یک هتل هم باید بوک کنیم، رزرو کنیم. بعد دیگه با ما باشید بریم جای قشنگی هایدلبرگ با هم دیگه ببینیم. میگن خیلی جای قشنگیه، جای دیدنی زیاد داره، منظره قشنگی داره. بچه الان رسیدیم روی کوی هایدلبرگ. قرار اونو بالا نه اینجا قرار اونجا بریم. اشلوس گارتنی هایدلبرگ است. یک جای تاریخی بوده که بس چیزی بوده که خراب شده. الان بریم ببینیم چه جوری هست. باید 300 متر هم باید بالا بریم. لیوان نداریم نمیشه؟ نه بردم. داشت قریب بوشی خوبه تو خوب عکس‌ها میگیره چند تا. انقدر آمدیم بالا.
دیگه نمیتونی. این جایی که بوده؟ ها؟ جایی کلر بوده؟ همین دارم. شلوز آن مردم نگاه بالاه. اینجا خوب عکس‌ها ما یا خدایشی ها. خوب عکس‌ها رو بگیریم کیف کنیم دور Das ist auch immer außer der Reihe, weißt du, wie das so ist. Kam das spontan oder? Nee, die kam spontan, aber ich habe das natürlich trotzdem wieder immer 원래는 친정은 아니고 서울에서 친정을 갔다가 인천에서 한 10년 전에 그럼 중고등부 네, 국외초등학교 나왔어요. 국외초등학교 나오다가 بچه جایی که من الان آمدم ها اسمش رو نمیدن چون البته جای قشنگ زیاد داره هر طرف بری قشنگه دیگه من دنبال چیزش نیستم که اسمش چیه سر راه میمونم ولی واقعا جای خیلی جای زیاد قشنگ زیاد داره یعنی میگم بیاید خیلی جای قشنگه کلاسر بزرگستان داره
بچه واقعا هایدلبرگ جای خیلی خفنیه. واقعا جای قشنگیه خداییش. یعنی هرچی بگم کم گفتم از خوشگلی قشنگی هایدلبرگ. بالای کوه جای قشنگیه. حتی داریم یک جایی میریم خیلی ویو خیلی قشنگی داره. داریم میریم اونجا واقعا از نفس گرفته ویو ما. حتی این بالا رفتن جم قشنگ. حالا چی برسه دو جایش که برسیم. بچه قرار دهتون یک جای خفن‌تر، یعنی میگم هر جایی موریم یک جای از یک جای دیگه خفن‌تر است. هر چی آدم بگم باز کم گفتم. نگاه کنید خودتون باز میفهمید. بچه اومدیم هتل تازه رزرو کردیم. همونطوری که هایدلبرگ دیدید خیلی جای خفن، واقعا خیلی خوشگل است. یعنی تجربه خیلی خوبی بود از نظر از من. بیاید اگه نیومدید واقعا بیاید، خیلی جای خوبیه. و اتفاق خیلی جالبه که امروز دقیقا افتاد. هتلی که امروز گرفتیم بگید واسه کی هست، صاحب هتل کیه. ما خودم هم نمیدونستیم، کاملا یهویی اتفاق افتاد که هتل بگیریم. آمدیم دیدیم کارکنان اینا همه همشهری بودن. وقتی کلید اینا رو گرفتیم دمو برگشتن گفتش که این هتلی ولی اجازیه. خواننده اصلا تعجب کردم. الان این اتاقی هم که داده گفتش که اتاق مورد علاقه خواننده از ما ولی اجازیه. بعد الان دیتونم اینجا نشون. خیلی واقعا خوبه، خیلی جای خفنیه. اینجا دستشوی حمام چیزایشیه. اینجا میز بچه نگاه نکنید، خیلی شلوغ پلوغ هسته دیگه. اینا این ویوی بیرونیشه. قشنگ وسط شهر. بعد اتفاقی بعدی که افتاد کارکناش برگشت گفتش که ولی اجازی این همیشه هسته. بعد شانسی باز مو رفته ترکیه. دیگه همین زمان الان ترکیه. وگرنه گفت اگه بود میتونید باهاش حرف بزنید، مثلا عکس بگیرید اینا که نیست. ان شاء الله دفعه بعدی. بعد اسم هتل هم دیتون اینی زیر نوشته میکنم کجا هست، کاملا آدرس دقیقش اینا رو اگه خواستید برید. قیمتاش خیلی عالی، کارکنانش واقعا خیلی آدمای خوبی هست، خیلی زیاد. الان هم بریم اگه استراحت کنیم، لباسا خودمون رو عوض کنیم اگه شد دیگه. آره بریم یک غذا شام هم بیرون بخوریم. آره دیگه با ما باشید.
بچه ها این بود ولاگ امروز از هایدلبرگ. خیلی جای قشنگی بود، حتما بیایید پشیمان نموشید و ای که لایک و ساب یایتان نره حتما حمایت کنید که بتونم ویدیوهای دیگه درست کنم جای قشنگتری توی آلمان بتونیم بریم. دیگه شب خوش.